السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، خوب هستین؟ سلامتتان خوبه؟ احوالات نیست؟ الله نگهبان هر یک از ما و شما باشه. راستش برای مردمی که بعضی ها قرضدار هستن، یعنی پلاشون نمیتن، بعضیش به زوری رم، بعضیش به جنگ جنجالم، بعضیش به ما مراجعت میکنن خودی هم پلمون نمیته، چیکار کنیم؟ میگم مردم های ما هم قرض دارن، وقتی پولمون سراغ میگیریم خطیمون جنگ جنجال میشن، میگن چی کار دستت میاد بکنی که پولت نمیتیم. مثلا خیلی انسان ها داخل من وجود داره، اگر که هم قدرت توانایی می داشتیم پول قرض خودمون میگرفتیم. و برای انسانانی که قرضدار هستن، قرض میگیرن و پول نمیگردونن، اینا فراموش نکنین که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انسان قرضی داره، یعنی جنازش نخون، تا اینکه حضرت علی رضی الله عنه قرض وای با کلا نگرفت، جنازش نخون. بنابراین کدامتی قرضدار باشین، سبحان الله، جنازه شما را چگونه میخونن که مدام رسول الله صلی الله علیه وسلم نخون؟ یک دیم که تا زمانی که قرض تر نتن در عذاب گرفتار هستی. با اون خاطر برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی اولش که در کسب کارتون برکت عطا بفرماید. زمانی که پل در کارتون هستن، گفتی گپا پای های همون انسان بوسه میکنی که تا اینکه پلت بتن مشکلیت حل کنی. وقت آنه که بگیم پل سراغ میکنه، بار که دشنامش میکنی خورچ میکنی، بعضیش بگه همی پله که تی سراغش کنی، سبحان الله، پل هم که نباشه مثلا همون را بر بگردون همون انسانی که گرفته ایش. الله هدایت توفیق بوده. مثلا بسیاری هاش وقتی که پله میگیرن فکر میگن که پله یگان جو بلاش اومده گینه. الله نیابانتان باشه، کسی در این موضوع است. السلام علیکم. قرضاتون رو بغریم بتیم که جنازتون نمیخونن بعد.